13 ماه، 14 ماه، 15 هر ماه. هر ماه 13 14 15 شب کسی روزه میگیره خشاب به حالش، گویا تمام سال روزه گرفتگی است. از همه بهترین، محبوب ترین، افضل ترین روزه در پیش الله ذوالجلال روزه حضرت داوود علیه السلام بود. حضرت میگه یه روز روزه میگرفته است، یه روز میخورده است، یه روز روزه میگرفته است، یه روز میخورده است. ولی اما روزه ششک مردم میگیرن، اکثری مردم خیال میکردن که اینا باید پای در پای بگیریم. همین پای در پایی نداره برادرای عزیز. پای در پای فقط روزه اپیمیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن، شخصانی که بی‌فرزندند بالا برداشتن فویز اسپرما، منی خنک گرفتگی پا و رگ میکشیدگی پا و همچنین برای حوصله را بلند کردن. کلکوین یکی از مزهای بهترین برای درمان دردهای پا، دست میان، بوغم، رکشی، خنک گرفتگی و ریماتیسم. روغن خلبه برای مشکلی پروستات، همچنین برای خنک گرفتگی گرده، پیشابدان، سنگ و نمک گرده و پیشابدان را هم تازه میکند. حضرت میگه لا فقر مع الضحى. همین کسی که ضحى را ترک نمیکنه هرگز فقیر نمیشود. الله اکبر. این قجون میکنن پیش ساحر و جادوگرا میروند که برای کشایش کار تمار مبتین، خاک بالا مبتین، اوورا میبرن در بالای بارهاش میچوشن که سودا درست شوه. آخر مردم اگر بفهمونن که شخصی که نماز ضحى میخونه هرگز فقیر نمیشود، مگر نماز ضحى را ترک میکنن؟ هیچ وقت ترک نمیکنن. حضرت صلی الله علیه و سلم وصیت کرده است امت که همین در که نماز ضحى را بخونید. حضرت ابو هریره را تاکید کرد، اوصانی خلیلی، دوست میگه وصیتم کرد. این نماز بزرگترین نعمت پروردگار است. این اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاح. حضرت میگه فردا روز قیامت اول چیزی که از بنده بازجویی میشود، اول چیزی که محاسبه میشود بنده، مقصد که ریویزیا میشود از عملهاش، نمازش است. فان صلحت فقط افلح و انجح. اگر از امتحان نماز گذشت، امتحان نماز از سپارید، این بنده رستگار شد، جانش خلاص. و این فسدت فقط خواب و خسیر. اما خدای نکرده اگر امتحان نماز سپاریده نتونست، اوهی اولین امتحان ای امتحان یکم که غلط دی یا او امتحان ها چی فایده میکنه؟ در دوره هم سویتی امتحان یکم انشا بود. بیچاره همه پنو را خشب از یاد کردگی توری در همین انشا بهای دو میگیره. آخی بود که او بدانستگیش فایدهش نمیکنه. اما انشا همین نماز ای اول امتحان همی ای. و حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که فإن نقصت عن صلاته شیء یقول الله تعالی انظروا هل لعبدی من تطوع. اگر مبادا نماز یگان جاش نقصان داشته باشه، یگان کمبودی داشته باشه، بعضا میشه ترک واجب میکنیم نمیدونیم یا فراموش میکنیم که سجده سهو کردن لازمه، نماز با نقصان انجام یافت کو، یا که سنت مؤکده را ترک میکنیم او نماز با نقصان شد کو. همین اگر به شرطی که نماز نقصان پیدا کرد، میگه پروردگاری رب العزت میگفته است که انظروا، ملائکه را نگاه کنه، هل عبدی من تطوع، آیا همین بنده من نمازی تطوع داره؟ نمازی تطوع این همین نمازهای نافله است. کو ببینه هم یک ورق بزنه نمازی ضحى میخوند، نمازی اوابین داشت، نمازی تهجد میخوند، خشا به حال کسی که داشته باشه. و همه میگن همون ناقصای نماز کامل میکنن و همه پر میکنن. برای همین سعی کنه برادر عزیز این نماز بخونه، یک ذوق رغبت داره که یک امخته بشه، دیگه تو نخونیش آرام نمیگیری. الحمدلله آدمای خیلی کار میکنن و عذر دارن، اما اکثر مردم هم بیکارن کو اختیار شده دست خودشونه. تنبلی نکنه، بعدی بامداد داره خوب کردن در کار نیست. همون کسایی که اختیار داده دست خودشونه، صبر کردن در کار، نماز ضحى را بخونه، دعا کنه، بعد ان شاء الله اگر وقتت خلیه زیاد ای میل خواب داری، خواب قیلوله که ان شاء الله هم راحت میکنی و هم ان شاء الله ثواب میگیری. دوم وصیتی که حضرت صلی الله علیه و سلم کرده است برای حضرت ابو هریره و در شخصیت ابو هریره برای همه ما و شما، برای تمام امتاش، صیام ایام البیض، روزه 3 روزی مابین ماه. ولی زمانایی که رمضان فرض نشده بود، حضرت صحابی‌ها را امر میکرد که همین نماز بخونه. روایت ابوذر غفاری است، میگه امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بصیام ایام البیض. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همین روزه 3 روزی ماه ما را امر میکرد، ما صحابه را میگه 13
و 14 و 15. 13 ماه، 14 ماه، 15 هر ماه. هر ماه 13 14 15 شا کسی روزه میگیره خشاب به حالش گویا تمام سال روزه گرفتگی ای. همین یک حسنه 10 ثواب داره. الحسنه بعشر امثالها. همین 3 روز اگر روزه گرفتی تو گویا 30 روز روزه گرفتی. و همین هم خودش 30 روزه گویا تمام سال تو روزه داری. حضرت از تمام سال روزه داشتن من میکرد. اما ببینید که خدای تعالی برای امت های محمد صلی الله علیه و سلم چه نعمتی را پیشنهاد کرده است که دور نزن. همین هر ماه 3 روز روزه بگی تو گویا که تمام سال روزه گرفته. یکی از صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم با نام عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما. حضرت عبدالله خشم صحابی است، پدرش عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه هم صحابی است. میگه که همه حضرت روزه را دوست می داشته است. جوان بوده، با قوت بوده، روزه میگرفته است دائم. یک روز خبر به حضرت صلی الله علیه و سلم میرسه. به حضرت صداش کرد گفت یا عبدالله من شنیدم که تو همین دائم روزه میگیری. گفت یا رسول الله خداوند قوتم داده است، طاقت دارم روزه میگیرم. گفت این کارا نکن. ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولزوجک علیک حقا. همین جسد گفت در ذمه تو حق داره. وقتی سال 12 ماه که روزه گرفتی بخوای نخوای آدم افگار میشود، ویتامین کافی نمییابد. همین چشم در ذمه تو حق داره. همین روشنایی چشم، نوری چشمم از حساب همون ویتامینا میشود که وقتی نرسید همین هم خیره میشود. ایستا ایستا مهمان در ذمه تو حق داره. آخه خونت مهمان میاد خانه آباد دهنت بستگی بیچاره مهمان هم خجالت میکشه او خود بخوره. زنک در ذمه تو حق داره. ای تروز تو بگر روزه میگیری شب دیگه گوساله سیبخیر وری دراز میکشی خوب میکنی. آخه او زنک هم حق طلب میکنه. این کارا نکن. گفت هر ماه 3 روز روزه بگی برات کافیه. این همه ایام 20 روزه بگی 13 14 15 هر ماه. الحسنه بعشر امثالها. خدای تعالی میگه حسنه 10 ثواب داره. ان شاء الله تو گویا تمام ماه روزه گرفتگی. و گفت که یا رسول الله من قوت دارم از این بهتر روزه بگیرم. با قوترم حضرت گفت در اون صورت صوم یوما و افطر یوما. یه روز روزه بگی یه روز بخو. اینا یه روز بگی یه روز بخو اگر بسیار زور باشه. این تا یکشی بعد نگی. و گفت یا رسول الله من عیده بهتر گرفته میتونم. گفت عیده دیگه بهتر نمیشود. افضل الصيام الى الله صيام داوود علیه السلام کان یصوم یوما و یفطر یوما. از همه بهترین، محبوب ترین، افضل ترین روزه در پیش الله عزوجلال روزه حضرت داوود علیه السلام بود. حضرت میگه یه روز روزه میگرفته است، یه روز میخورده است. یه روز روزه میگرفته است، یه روز میخورده است. ولی اما روزه ششک مردم میگیرن. اکثری مردم خیال میکردن که اینا باید پای در پای بگیری. همین پای در پایی نداره برادرای عزیز. پای در پای فقط روزه فرض رمضان ای. پای در پای روزه کفارت برای شخصایی که به عذر یگان روزی رمضان هم میخرن. انما کفارت پای در پای ایدن با پای در پای. پای در پای کفارت قسم ای. شخصی که پول نداره مثلا 10 مسکین طعام دادن نمیتونه، سر پا کردن نمیتونه، همون مقصد که فمن لم یجد فصیام 3 ایام. 3 روز میگیره. همیشه صحابه میگن که 3 روز پای در پای میگیره. حتی در مصحف ابن مسعود متتابعش اومدگی پای در پای گرفتنش. دیگه یگان روزه را پای در پای نمیگیرن. همون روزه شوال هم که بعد رمضان میآید بهتر است که جدا جدا بگیرن. همین روزهای دوشنبه پنجشنبه رو بگیرن ان شاء الله میشود. همین در طول ماه شوال اگر 6 روز روزه بگیرن سند به جا میآید. و از همون پای در پای 6 روز پدریت گرفتن از ثوابی بیشتر داره. حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحت کرد عبدالله را. اما همین جوانی یک شعبه دیوانگی ای اخی. حقیقتا به قوت بده است. با وجود همین میگه یک سری میکرده است، همین سرکشی میکرده است، روزه میگرفته است. بعد وقتهای اخیر وقتی که بسیار ضعیف شید، افگار شید، بعد پشیمان شد. گفت یا لیتنی قبیلت قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای کاش که وای بر من گفت یا لیت قبیلت. ای کاش که من همون مقصد که اجازت پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول میکردم، سخنش میگرفتم، به همون عمل